سلام دوستان، خیلی خوش من به این ویدیو. بچه داخل ویدیو قرار شبیه یعنی سلاخی رئیس بچه اومدیم بازیش کنیم. در مورد میبینی 13 تا چیز داره واسه رئیسمون رو بکشیم و بریم سراغ ویدیو. خب بچه من اولین کاری که میخوام بکنم، اول از هم من با بچه ببخشید رئیسمون خونه سبز داره، چون هر کسی این بازی طراحی کرده نمیخواسته که خونش معلوم بشه و بعضی ها خالشون به هم میخوره. اصلا دیگه چی هست مثلا بچه با کیف بچه این چیزای سبزه که پاشده روی در و دیوار خونه همین رئیس ماست. بچه دیگه با کامپیوتره فکر کنم یاد نمیدونم. ببینیم اون چیزی رو زمین نیست. کمر بچه دیدی؟ خدا دیگه با چیه؟ بچه این منگنه هست رو میزه کنار گلدونه. این میشه اوه بعد میره بازی میکنه دیگه با چی؟ بچه این دیواره هست، این دیواره فکر کنم بشه. بچه زمینش میدون. کلا نابود شد، چیزی ازش نمون. خب چیزی نمون ازش. بچه ها دیگه سلاجغالی فکر کنم بشه. همه رو کشت. بچه قیچیه فکر کنم نمیشه. ساعته نه ساعت هم. چوب گلف این که نمیشه. آب سر کن. اینا که نمیشه دیگه. چی میشه؟ بچه ببخشید
یه دونه اشتباه زدم، تکراری رو زدم و کلا چیکارش کردم. خب این گلدونه که نمیشه، خطکش. بچه دیدی؟ با خطکش زد تو پیشونیست، بعد افتاد رو زمین. خطکشی اصلا ول کن. نگم بهتر بچه. بچه ما فعلا 6 تاشو رفتیم اگر دقت کنین. کامپیوتر بچه کامپیوتر همینجور بلند داره میکنه میزنه. بعد میشینه آرام بخش گوش میکنه. آرام. بچه دیگه فکر کنم این کماده بش دیگه نمیشه. بچه فکر کنم لو رفتیم. اوه دیگه فکر کنم با چیز دیگه نمیشه بچه. بچه با لیوان، همین لیوانی که توش قهوه میخورم. من اعتراض دارم. این وقتی لیوان رو میکوبه بهش، لیوان نمیشکنه چرا؟ بعد نگاه میکنه دیگه چیزی نیست هست. با دست بچه با دست میخواد بزنه. ما هم ببینیم. فقط پای رئیس معلومه. بچه 10 تاشو رفتی، 3 تای دیگه مونده که میشه 13 تا. 13 تا پیدا کنیم. بچه یکی تکرار. بچه چیزی نمیشه دیگه فکر کنم. نامه در دیگه چیزی نیست. بچه صندلی زیر پامونم نشد، اینم تکراریه. فکر کنم بچه خیلی سخت پیدا کردنشون، نمیشه کلا. نه بچه اینم نمیشه. ای خدا بچه فکر کنم. ای خدا بچه فکر کنم نمیشه کلا همشو. بچه پیدا کردم یکیشو. 11 تا، 2 تا دیگه مونده. بچه دیدین یه چیز تیز مانند فرو کرد تو چیش، بعد انداختش، بعد از کمرش زد بیرون. فقط 2 تا دیگه مونده بچه. 2 تا دیگه ما پیداش کنیم. یه چیزی لباس ممکن نیست. درد بخوره چی
بچه من فکر کنم تا همینجا باید ویدیو قطع کنم، چون اون دوتا پیدا نشده. هر وقت پیدا کردم این ویدیو واسهتون میگیرم. این پارت دومش که اون دوتا پیدا کردم و اونا هم بریم و همین دیگه. پس تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.